نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم با ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو بی‌نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق رو نصیب راه بنده و شما سروران گرامیان قرار داد تا به همراه شما خوبان در آیاتی دیگر از کلام الله مجید به تدبر و ترجمه معانی آیات سوره جدید بپردازیم. با شما خواهیم بود با سوره مبارکه القیامه. سوره مبارکه قیامه همان گونه که از نامش هویداست درباره قیامت صحبت می‌فرماید و آن روز عظیم. این سوره از جمله سوره هایی است که رسول الله علیه السلام فرمود که من رو پیر ساخت. یکی از سوره هایی که رسول الله علیه السلام فرمودن من رو پیر ساخت این سوره است. سوره مبارکه قیامت که از سوره هایی است که در مکه مکرمه نازل شده است. الله متعال در این سوره می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم قیامه و قسم به روز قیامت. قسم به روز قیامت. الله متعال قسم یاد میکنه به روز قیامت و این نشان از عظمت آن روز است. روز قیامت روز پایان این عالم و آغاز عالمی دیگر، انتقال از یک عالم به عالمی دیگر، پایان این دنیا و آغاز دنیای دیگر که جاویدان خواهد بود. قسم به روز قیامت. ولا اقسم بالنفس اللوامه و قسم به نفس ملامتگر. لا اقسم بیوم قیامه یک معنای دیگرش اینه که قسم نمیخورم به روز قیامت، چون انقدر واضح و آشکار است روز قیامت و جایی برای قسم نیست. و قسم نمیخورم به نفس لوامه، نفس ملامتگر. هر دو برای تأکید است، یعنی قسم محکم، قسم به روز قیامت و قسم به نفس ملامتگر. در قرآن کریم نفس چند نفس داریم. نفس لوامه که اینجا ذکر می شود، ملامتگر نفس امارتون به سو، نفسی که انسان رو امر به گناه میکنه، و نفس مطمئنه، نفسی که مطمئن است. نفس اماره به سو نفسی است که انسان رو وادار به گناه میکنه. نفس لوامه نفسی است که انسان رو بعد از گناه ملامت میکنه، دادگاه درونی تشکیل میده برای انسان. انسان با خودش خلوت میکنه، مینشینه و وقتی که با خودش نشست در خلوت خودش رو ملامت میکنه. هر چقدر هم که دیگران رو بخواد بفریبه اما باطن خودش رو نمیتونه بفریبانه و در داخل خودش و باطن خودش هی در حال اذیت شدن است و وجدانش او رو اذیت میکنه. همین نفس لوامه اون چیزیست که ما به نام وجدان ازش یاد میکنیم. و نفس مطمئنه که الله متعال میفرماید در سوره فجر، اون نفسی است که دیگه شیطان حریفش نمیشه، اون نفسی است که به آرامش میرسه و به اوج میرسه. اوج ارتباط با الله متعال است. لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه. قسم به روز قیامت و قسم به نفس سرزنشگر ملامت کننده. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. آیا انسان گمان می کند که من نمی توانم استخوان‌های او رو جمع بکنم؟ پاسخ قسم این هست که یقینا روز قیامت خواهد آمد. و یکی از معترضین آمد روزی به محضر رسول الله علیه السلام و آمد و استخوان پوسیده رو برداشت و این گونه فشار داد
و پود شد و ریخت و باد زد و برد و گفت که آیا وقتی ما مردیم و خاکستر شدیم و خاک شدیم باز دوباره الله متعال میتونه ما رو زنده بکنه؟ به این کار رو خواهد کرد. الله متعال میفرماید ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، آیا انسان گمان میکنه که من بعد از مردنش و خاکستر شدنش و پودر شدن استخوانهاش من قادر نخواهم بود که دوباره جمع بکنم، جمع نخواهم کرد استخوانهای او رو؟ بله قادرین علی ان نسوی بنانه، بله من الله با عظمت این توانایی رو دارم که حتی سر انگشتان او رو به حالت اول برگردانم. الله متعال برای ما میفرماید که من انقدر قدرت دارم که این سر انگشت شما رو به حالت اول برمیگردانم. جسم انسان در دنیای دیگر دوباره همین جسم است، در صحرای محشر همین جسم خواهد بود، دوباره همین جسم برمیگرده به حالت اول، چون شهادت میدن این پوست و این دست بر آنچه که در دنیا دیدند، باید شاهد بوده باشند تا شهادت بدن و اینها دوباره اونجا زنده خواهند شد. الله متعال فرمود من حتی اثر انگشت شما رو، آنچه که بر سر انگشت شماست که اثر انگشت ماست، به حالت اول برمیگردانم. الان 7 میلیارد انسان روی زمین، بیش از 7 میلیارد انسان روی زمین است و 7 میلیارد اثر انگشت مختلف داریم. هیچ اثر انگشتی با اثر انگشت دیگری برابر نیست. هیچ انسانی اثر انگشتش با اثر انگشت دیگری برابر نیست و این یکی از معجزات الله متعال است و از نشان شگفتی قدرت الله متعال به مانند هر آن چیز دیگری که خلق کرده که در قرآن کریم به اون اشاره می‌فرماید. به ما قبل از 1400 سال پیش الله متعال به عظمت معجزه اثر انگشت اشاره فرمود و ما شاید حدود 1 قرن 2 قرن است که انسان‌ها به این اهمیت اثر انگشت و تفاوت اثر انگشت‌ها با یکدیگر پی بردن. الله متعال فرمود بلکه من اثر انگشت شما رو به حالت اولی برمیگردانم. اثر انگشت شما انسان‌ها که هیچ کدام مثل هم نیست رو هم به حالت اول برمیگردانم، بقیه بدن به طریق اولا. بل یرید الانسان لیفجر امامه، اینجوری نیست که انسان شک داشته باشه در قدرت الله متعال. اون کسی که خدا رو قبول داره شک نمی‌کنه هرگز در قدرتش که دوباره بتونه که به وجود بیارد. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، آیا آن ذاتی که آسمان ها و زمین را به وجود آورده عاجز خواهد بود از اینکه دوباره به مانند آن را بیافریند؟ آفرینش بار اول بدون پیش زمینه، بدون هیچ نقشه قبلی سخت‌تر است که تا آفرینش بار دوم. گرچه برای الله متعال سختی معنایی ندارد، اما در عقل انسان این که سخت‌تر است که اتفاق افتاده، دومی که آسان‌تر خواهد بود. اما اینها حکایت انسان این نیست که عقلش اگر تفکر بکنه نپذیره، باطنش قبول میکنه، اما این انسان نمیخواد بپذیره، نمیخواد که بپذیره. چرا؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسان میخواد که تا گناه بکنه پیش روی خودش رو به فسق و فجور ادامه بده، آزاد باشه، نمیخواد خودش رو منحصر بکنه. انسان، خیلی از کسانی که ایمان نمیآورن، قبول نمیکنن الله متعال رو، دین رو، قرآن رو، چون فکر میکنن منحصر میشن، میخوان آزاد باشن، نمیخوان که هیچ قید و بندی در زندگی اونها باشه. اونها میخوان که هر جوری که دوست دارن عمل بکنن، لیفجر امامه، هر چی که پیشش اومد عمل بکنه، هر فجوری که اومد، هر گناهی، هر معصیتی، هر خط سرخی که هست رو رد بکنه. انسان، این طبیعت انسانی است. یکی از اسباب اصلی فسق و فجور و کفر و عدم قبول ایمان همینه. الله متعال میفهمد انسان میخواد که جلوی خودش رو همینجوری باز بگذاره، جلوش باز باشه و هیچ حد و مرزی برای خودش مشخص نکنه. و همین خاطر میان از تو مسخره میکنن، میپرسن یسألوا ایان یوم القیامه، میگن این قیامتی که به ما وعده میدی کی میاد؟ اینها انکار میکردن، نه که منتظرش باشن. اینها از روی تمسخر میپرسیدن. فاذا برق البصر، اون موقعی که چشمها برق بزنه و خیره بشه از شدت عظمت اون روز و اتفاقهایی که در اون روز میافتن. و خسف القمر، و ماه اون روز تیره و تاریک گردن. و جمع الشمس و القمر، و ماه و خورشید یک دفعه جمع گردن از صحنه گیتی و همه آسمان ها از بین بروند و همه در هم پیچیده بشن و انفجارهای عظیمی صورت بگیره. یقول الانسان یومئذ این المفر، آن روز انسان خواهد گفت کجاست فرارگاه؟ کجا میشه فرار کرد؟ کجا میتونم بگریزم و کجا میشه فرار کرد؟ کجا میخوای فرار بکنی؟ این المفر، کجا میشه فرار کرد؟ هر جا بری در حیطه قدرت الله متعال هستیم.
در روی زمین، در آسمان ها کجا میشه فرار کرد؟ جایی برای فرار نخواهد بود. کلا، الله متعال میفهمد لا وزر، اون روز هیچ کسی نیست که پشتیبان تو باشه و از تو حمایت بکنه. الی ربک یومئذ المستقر، اون روز بازگشت همه و استقرار همه و محل جمع شدن همه پیش الله متعال خواهد بود. همه به سوی الله متعال خواهند رفت، اونجا جمع خواهند شد. همه بازگشت همه شما و جایگاه همه پیش الله متعال خواهد بود. انا لله و انا الیه راجعون، ما از آن الله متعال هستیم و به سوی او باز خواهیم گشت. ینبأ الانسان، آن روزی که پیش الله متعال می روند انسان ها، الله متعال رو آگاه خواهد کرد. یومئذ، آن روز، بما قدم و اخر، با آنچه که پیش فرستاده و آنچه که باقی گذاشته است. الله متعال برای انسان کارنامه اعمالش رو باز میکنه، کارهای نیکی که کرده بود و در زندگی و حیات خودش پیش فرستاده بود، همه آنها برای او نوشته شده و یکی یکی به او نشان داده می شود. و آنچه که بعد از مرگ خود باقی گذاشته بود، چه کار خیرش و یا چه کار شرش. انسان وقتی که از دنیا میره بعد از خودش چیزهایی به جا میگذارد. اگر انسان صالحی باشه، صدقه جاریه‌ای داشته باشه و کاری کرده که اونجا فرزند صالحی که براش دعا میکرده، علمی که اون علم داره نشر و پخش میشه و صدقه جاریه‌ای، بیمارستانی ساخته، چاه آبی رو درست کرده، مسجدی درست کرده، مصحفی رو گوشه‌ای گذاشته و دارن تلاوت میکنن، رفته و رودخانه‌ای رو نصب کرده و پلی بر روی رودخانه‌ای رو جاری کرده تا مردم از آبش استفاده بکنن، کارهای عامل منفعی کرده، درختی کاشته تا مردم از میوه‌های او استفاده بکنن. اینها رو بعد از خودش گذاشته، خودش رفته، اما کارنامه اعمالش هنوز باز است. بعضی انسان‌های خوشنصیب به فکر بعد از مرگشون هستن، انسان‌های هدفمند، انسان‌های خوشنصیب، انسان‌هایی که به دنبال کسب رضایت الله متعال هستند، تنها به فکر زندگی خود نیستند که در زندگی چگونه عبادت بکنن تا الله متعال رو راضی نگه دارن، چگونه در مسیر دست یافتن به رضایت الله متعال از دیگران سبقت بگیرن، بلکه به فکر بعد از مرگ خود هم هستن که وقتی من مردم چه کار کنم تا کارنامه اعمال من بسته نباشه، کارنامه اعمال من همچنان به او اضافه و اضافه بشه، صدقه جاریه‌ای داشته باشم، فرزندی که برای من دعا بکنه، شاگردانی که راه من رو ادامه بدن و صالح باشن و علمی که منتشر بشه و صدقاتی که ذکری از اونها گذشت. همه اینها رو بعد از خود به جای میگذاره تا کارنامه اعمالش بسته نشه. این همون چیزی است که الله متعال میفهمد ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، آنچه که پیش فرستاده و آنچه که بعد از آنچه که خودش پیش فرستاده بود قبل از مرگ و آنچه که بعد از مرگ باقی گذاشته بود و اونها به کارنامهش اضافه شدن. نقطه مقابلش اون انسان بدذاتی است که هم بد کرد و هم بعد از اینکه مرد بدبخت اون کسی است که خودش که کار نیک نکرده و گناه کرده و بدون توبه از دنیا رفته، که هیچ بعد از مرگ خودش چنان فسق و فجور باقی گذاشته، چنان از خودش سیئات جاریه به گذاشته، به جای خود گذاشته، گناهانی شروع کرده بود، مرکز فسقی رو شروع کرده بود و فسق و فجوری رو ترویج داده بود، یک گناهی رو ترویج داده بود، یک مصیبتی رو ایجاد کرده بود که اینها هی پشت سرش داره جریان داره، هی جاری و جاری و جاری و جاریه و راهش یک فکر منحرفی رو، یک کفری رو، شرکی رو، فسق و فجوری رو، مرکز فحشا و فسادی رو این ایجاد کرده و همینجوری بعد از مرگش اون رفته و بعد از مرگش این هنوز داره ادامه پیدا میکنه و چون اون بانی این گناه و فسق و فجور و فکر باطل و عقیده باطل هست، تمام گناهان بقیه‌ای که انجام میدن در این مسیر به حساب اون هم نوشته خواهد شد. مواظب باشیم که بعد از خود چی باقی میگذاریم. مواظب باشیم که بعد از خود چی باقی میگذاریم. علاوه بر اینکه به فکر خود هستیم، بعد از خود رو هم فراموش نکنیم. تلاش کنیم برای بعد از خود. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، آنچه پیش فرستاده خودش قبل از مرگش و آنچه بعد از مرگش باقی گذاشته بود، همه را الله متعال برای او نشان خواهد داد. اون روز در کارنامه اعمالش همه نوشته خواهد شد. بل الانسان علی نفسه بصیره، هر انسانی بر خوب و بد خود گواه است و آگاه است، بیناست به حال خود. هر انسانی بهتر از هر کس دیگری حال خود را میداند. با خودت راست باش، با خودت صادق باش، کلاه خودت رو قاضی کن، بین خودت و الله متعال خلوت کن، ببین چه کردی، ببین چگونه ای،
نگاه نکن که مردم درباره تو چی میگن. تنها سری که بر هیچ کسی آشکار نیست رابطه تو در قلب تو با الله تعالی است. رابطه تو با الله تعالی یک سر است، یک راز است که فقط الله تعالی میداند و اونه که برای الله متعال ارزشمند است. بل الانسان علی نفسه بصیره. تو بهتر میشناسی خودت رو و بر خود آگاهی. ولو القا معذیره. ولو این که انسان هر چقدر عذر پیش بکنه، دیگران رو توجیه بکنه، خودت رو نمیتونی قانع بکنی. به دنبال توجیه نباش. اشتباهاتت رو توجیه نکن. گناهانت رو توجیه نکن. آنچه که از تو سر زده توجیه نکن. شاید بتونی که دیگران رو توجیه بکنی. شاید بشه که با دروغ دیگران رو قانع کرد. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معذیره. ولو این که شما عذرهای مختلفی بیاری، اما در ذات خودت، در باطن خودت، در وجدان خودت با خودت صادق باش. خودت به حرف ندای ضمیر خودت گوش کن. بین خودت و الله متعال رابطه تو درست کن. کسی به کسی کاری نداشته باش که درباره تو چی فکر میکنن و درباره تو چی میگن. نه از تعریفشون مغرور شو و نه از بد گفتنشون ناراحت باش. خودت رو با الله متعال صادقانه رابطت رو اصلاح بکن. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معذیره. این قرآن به تو میفهماند که نفست رو چگونه نفست رو پاک بکنی. بین خودت و بین الله متعال بنشین، قلبت رو پاک بکن. نجواهای درونی داشته باش، ذکرهای مخفیانه داشته باش، عبادت مخفیانه داشته باش. اگر گناه مخفیانه هست، عبادت مخفیانه هم داشته باش. اگر گناه مخفیانه هست، توبه مخفیانه داشته باش. و بهترین چیز قرآن است. لا تحرک به لسانک لتعجل به. وقتی قرآن رو میخوانی زبانت رو زیاد سریع به حرکت نینداز و عجله نکن در یادگیری اون. وقتی که قرآن بر رسول الله علیه السلام نازل میشد، جبرائیل امین علیه السلام وقتی که میخوان قرآن رو، رسول الله علیه السلام همزمان با خواندن جبرائیل علیه السلام زبانشان را تکان میدادن تا حفظ بکنن، مبادا که فراموش بکنن. این آیه نازل شد لا تحرک به لسانک. قرآن وقتی که خوانده می شود بر توی پیامبر من، زبانت رو با عجله تکان نده. ان علینا جمعه و قرآنه. حفظ کردن قرآن کریم و بیان کردنش و دوباره خواندنش، این که ما در قلب نازنینت حفظش بکنیم و دوباره به زبانت جاری بسازیم، وظیفه ماست. من الله با عظمت این رو به عهده گرفتم. فاذا قرأناه. وقتی که من اون رو میخوانم، وقتی که ما میخوانیمش، جبرائیل میخواند او رو بر تو. فاتبع قرآنه. خواندن او رو پیروی بکن و گوش بکن. ثم ان علینا بیانه. سپس من الله با عظمت برای تو بیان خواهم کرد حقایق این کتاب رو، عظمت این کتاب رو، و تو اینها رو بیان خواهی کرد برای دیگران، برای کسانی که بپذیرن و پند داشته باشن. قرآن بهترین درمان است برای نفس، برای قلب، برای انسان، برای کسی که میخواد بیاد و به سمت الله متعال حرکت بکنه، برای کسی که به فکر آخرت است، به فکر آن دنیاست. اما مشکل این است که انسان ها این دنیا رو بیشتر از آن دنیا میخواهند. کلا بل تحبون العجله. هرگز این گونه نیست که قیامتی نباشد. مشکل اینه که شما انسان ها عاجله رو بیشتر میخواید. این دنیا رو عجله دارید. آنچه که در دست شماست، اینی که نقد است پیش شما، این رو بیشتر دوست دارید. و تذرون الاخره. اما آخرت رو ترک کردید و فراموش کردید. وجوه یومئذ ناظره. آن روز نفسهایی هستند، چهرههایی هستند که پیش الله متعال ناظره، سرسبز و خرم هستند. الی ربها ناظره. و به سوی الله متعال نظاره‌گرند. الله متعال رو میبینن، ذات الهی رو مشاهده میکنن. وجوه یومئذ ناظره. در آن روز چهره‌های سرسبز و خرم و شاداب و بسیار مسرت بخش. یک فضای عجیبی ایجاد شده که الله متعال ذات با عظمت و با شکوه خود رو اون برای بندگانش به نمایش میگذارد. الله متعال رو میشه مشاهده کرد. وجوه، چهره‌هایی که بسیار بشاش و سرحال هستند. الی ربها ناظره. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. یک چهره‌های سرسبز و شاداب و خرم به سوی الله متعال نظاره‌گرند. رسول الله علیه السلام فرمود شما روز قیامت پروردگار خود را مشاهده خواهید کرد، ذات الهی را مشاهده خواهید کرد، همان گونه‌ای که ماه شب 14 رو همه شما می‌بینید و هیچ کسی مزاحم کسی دیگری نیست در دیدن او.
الله متعال رو مشاهده خواهید کرد. این از بزرگترین نعمت‌هایی است و بلکه بزرگترین نعمتی که یک انسان میتونه که او رو دریافت بکنه اینه که در جنت الله متعال رو مشاهده بکنه. اون نعمت فقط برای کسانی است که در جنت خواهند رفت و به والله این نعمت چه نعمت عظیمی است. انسان وقتی پدر و مادر خودش رو میبینه، وقتی دوستان و عزیزانش رو میبینه، وقتی همسر و فرزند خودش رو میبینه، وقتی کسانی رو که دوست داره میبینه چقدر خوشحال میشه. این چهره چقدر گل میاندازه. وقتی که الله متعال انسان ببینه چه حالتی خواهد داشت و چرا این چهره شادمان نباشه و بشاش نباشه و خرم نباشه و با تراوت نباشه که به سمت الله عزیز مالک یوم الدین رحمان رحیم نگاه می اندازه و الله متعال رو مشاهده میکنه. چه صحنه است آن صحنه، چه عظمتی است آن عظمت، چه جمالی است این جمال. جمال کسی که هر چی جمال است از جمال اوست. هر مخلوقی که جمالی داره همه اینها مخلوق او هستند. هر شخصی، هر انسانی، هر موجودی که جمالی داره وجود داره همه اینها همه بخشی از مخلوقات او هستند. خلق شده آن جمیل آسمان ها و زمین هستند. اون ذاتی که از همه زیباتر است. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره و به سمت الله متعال نظاره‌گرند. اون نظاره‌گری، اون تماشایی که می‌ارزه انسان همه مشکلات و سختی ها و مصیبت ها رو تحمل بکنه. به والله انسانی روی زمین برای دیدن چهره یک انسان دیگری که به او عاشق شده دست به هر مشکلی میزنه، دست به هر مصیبتی میزنه، هر سختی رو تحمل میکنه، هر غم و غصه رو تحمل میکنه، هر عذابی رو تحمل میکنه، هر شکنجه‌ای رو تحمل میکنه، هر سختی رو به دوش میخره تا معشوق خودش رو که انسانی فانی مثل خود اوست و پر از نقص او رو مشاهده بکنه. وقتی انسان بخواد الله متعال رو مشاهده بکنه آیا نمیارزه که الله متعال آنچه از او خواسته انجام بده به امید اینکه یک روزی الله متعال رو مشاهده بکنه؟ به والله بهترین لذت در دنیا رضایت الله متعال، ارتباط با الله متعال، ذکر یاد الله متعال است و بهترین لذت در آخرت نگاه کردن به سوی الله متعال، مشاهده کردن ذات الله متعال و این چه لذتی است. ما رسول الله علیه السلام رو وقتی تصور میکنیم که ببینیم چه احساسی ما دست میده وقتی الله متعال رو بخواد انسان ببینه و ذات الهی رو مشاهده بکنه، این چه لذتی خواهد بود. این چشم چگونه تحمل خواهد کرد، این قلب چگونه درک خواهد کرد و این وجود چه احساسی خواهد داشت. این چهره چرا نباید ناظره باشه، شاداب باشه و سر حال و خرم باشه وقتی الله متعال رو مشاهده میکنه. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره، چهره های شاداب و خرم به سوی الله متعال نظاره‌گرند. الله متعال نصیب ما و شما بگرداند این لذت رو، این نعمت عظیم رو که عظیم ترین نعمتی است که یک انسان در جنت میتونه مشاهده بکنه. و وجوه یومئذ بصره، اون طرف چهره هایی در هم کشیده و ترش و ناراحت و اندوهگین. تظن ان یفعل بها فاقره، یقین داره که آن بلای کمر شکن بر او خواهد آمد، به دوزخ خواهد رفت و نمیتونه که ستون فقراتش این رو تحمل بکنه. تظن ان یفعل بها فاقره، عذابی در کمر شکن بر او خواهد آمد که ستون فقرات او رو خواهد شکست. کلا، هرگز این گونه نیست که شما فکر میکنید که حساب کتابی نباشد. اذا بلغت التراقیه، وقتی که جان به گلوگاه میرسه و انسان در بستر افتاده و ملک الموت داره جان او رو میکشه. و قیل، و گفته میشه من راق، کیست تا بیاد درمان بکنه، افسونگری بکنه، تعویضی داشته باشه، دعایی وردی بخونه تا این دوباره نجات پیدا بکنه. و ظن انه الفراق، آن لحظه ای که انسان یقین پیدا میکند که لحظه رفتن است، لحظه فراق از این دنیاست، فراق از این دنیا و وصل شدن به عالمی دیگر. چشم انسان یقین پیدا میکنه که آخرین لحظه او در این دنیا است. و ظن انه الفراق والتفت الساق بالساق، آن روزی که ساقهای پای انسان در هم میپیچند، وقتی که روح از پای انسان کشیده میشه و به گلوگاه میرسه، پای انسان هر دو به هم میچسبن و در هم میپیچن و سرد میشن. والتفت الساق بالساق، این حکایت من و توست، این اتفاق برای من و تو خواهد افتاد. آمادگی بگیر قبل از این که فرصت از دست من و تو بره. الی ربک یومئذ المساق، اون روز همه به سمت الله متعال سوق داده خواهند شد. اون روزی که روح از جان خارج می شود
و به سمت الله متعال حرکت می کند و سوق داده می شود. فلا صدق ولا صلی، اون ذاتی که نماز نخواند، تصدیق نکرد و نماز نخواند، قلبش باور نکرد، عبادت درونی نداشت، اعتقادش مشکل داشت، ولا صلی، و نماز هم نخواند. چون باور نداشت، این باور سبب شد که نماز هم نخواند. نه عبادتی انجام داد، نه عبادتی و نه اعتقادی. اعتقاد هم نداشت، عبادتی هم نداشت. ولکن کذب و تولی، روی گرداند و رفت. ثم ذهب الی اهله یتمطع، این انسانی که میرفت به سمت خانه و خانواده خودش و مغرور و با تکبر و تبختر و انکاری که در به در میکنه او رو، اولا لک فاولا، مرگ بر تو بهتر است، مرگ بر تو بهتر است، بر تو اولاتر است که مرگ به سراغ تو بیاد، تو انسانی که این گونه زندگی میکنی. یا به تعبیری دیگر بر تو بهتر بود و اولاتر بود که میپذیرفتی، نماز میخواندی و تایید میکردی و به الله متعال ایمان میآوردی. ثم اولا لک فاولا، باز هم بر تو مرگ بهتر است و مرگ بهتر است از این زندگی برای تو. بهتر برای تو، اولاتر این بود که ایمان می آوردی و نماز می خواندی. ایحسب الانسان ان یترک سدى، آیا انسان گمان می کند که بیهوده رها خواهد شد و حساب کتابی نخواهد بود؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، آیا شما گمان می کنید که بیهوده آفریده شدید و به سمت الله متعال باز نمی گردید؟ ایحسب الانسان ان یترک سدى، آیا انسان گمان می کند که بیهوده رها خواهد شد؟ الم یکن نطفة من منی یمنی، آیا توی انسان نطفه ای نبودی که بیرون جهیدی از بدن پدرت و در رحم مادر قرار گرفتی؟ آیا تو یک نطفه بدبو نبودی؟ آیا تو این نطفه بدبو نبودی که بیرون می جهید؟ آیا همچین نطفه ای نبودی؟ حال چی شده تو رو که انقدر مغرور شدی؟ ثم کان علقة، بعد از این نطفه در رحم مادر یک خون لخته شده ای نشدی؟ فخلق فسوى، الله متعال تو رو خلق کرد، الله متعال تو رو شکل داد. 9 ماه و 9 روز دوباره به دنیا آمدی، طفل شیرخوار بودی، نمیتونستی راه بری، 4 دست و پا میرفتی، بعد رشد کردی، بعد زبان یاد گرفتی، بعد حرکت کردی، بعد جوان شدی، حالا در برابر الله تعالی ایستادی و منکری. الم یکن نطفة من منی یمنی ثم کان علقة فخلق فسوى، الله متعال خلق کرد و شکل داد. فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، 2 گروه قرار داد شما رو، یک گروهی رو مؤنث قرار داد مذکر، یک گروهی مذکر شدن، یک گروهی مؤنث. مردی درست کرد، زنی درست کرد، جنس نری درست کرد و جنس ماده‌ای درست کرد. مگر الله متعال این کارها رو نکرده؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، آیا آن ذاتی که تو را از اون نطفه خلق کرده و به این جمال رسانده و به این کمال رسانده، توی مرد و یا توی زن، آیا آن ذات با عظمت قادر نخواهد بود که دوباره تو رو خلق بکنه، که دوباره تو رو وقتی مردی دوباره زنده بکنه، دوباره به حالت اول برگرداند، دوباره پیش الله متعال بازگردی؟ آیا این احتمال وجود نداره؟ آیا اون ذاتی که تو رو همین الان تو که داری میبینی، ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، شما که دیدید آفرینش بار اول رو، چرا نمیپذیرید و پند نمیگیرید؟ تو خودت همین چند سال قبل از عمرت حساب بکن، کجا بودی؟ قبل از رحم مادر کجا بودی؟ قبل از نطفه باشی کجا بودی؟ تو رو از هیچ چیز به وجود آورد. آیا الله که تو رو از هیچ به وجود آورده باز نمیتونه تو رو دوباره خلق بکنه؟ چرا فکر نمی کنی؟ چرا نمی اندیشی؟ بشین با خودت فکر بکن، مقداری خلوت بکن با خودت، اندیشه بکن، این مسیر خودت رو در نظر بگیر، یاد مرگت بیفت، اون لحظه‌ای که جان از گلو خارج میشه و پای تو با پای تو، ساق تو با ساق تو میچسبه، و اون موقع دیگه فرصت نیست. آیا الله متعال الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، آیا الله متعال قادر نیست تا مردگان رو دوباره زنده بکنه؟ بله، حتما او قادر است. الله متعال یقینا قادر است که من و تو رو دوباره زنده بگرداند. بله و هو الخلاق العلیم، بله که بسیار در خلقت خود علم دارد و آگاه است. الله متعال به ما و شما حسن خاتمه نصیب بفرماید و مرگ رو از یاد ما و شما نبره، که فراموش کردن مرگ مادر تمام مصیبت هاست و ریشه و اصل تمام گناهان است. و انسان وقتی که به یاد مرگ میفته
بهتر میدونه که چیکار بکنه، انسان بهتری میشه در رابطه با الله متعال، در رابطه با اطرافیانش، در رابطه با خودش، در اخلاقش، در رفتارش، در همه چیز تاثیر میگذاره. کسی که همیشه مرگ پیش روی اوست و میداند دنیا فرصتی است برای رفتن و مرگ پایان زندگی نیست، و ظن انه الفراق، بلکه دوری است. فراق وصلی داره، دوباره فاصله است. مرگ پایان زندگی من و تو نیست، انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر است و در آن دنیا دوباره ملاقات صورت خواهد گرفت، به شرط اینکه مؤمن باشی، به شرط اینکه اون کسانی رو هم که دوست داری ببینی اونها هم مؤمن باشن. آن وقت با اونها دوباره وصل خواهیم شد و همه اونها رو ملاقات خواهیم کرد و آن موقع در کنار انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین در جنت الفردوس وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. این افتخار نصیب خواهد شد که ذات الهی رو مشاهده بکنیم و الله متعال رو ببینیم. یا الله ما را از این نعمت بی بهره نگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني